یاد خداوند پاک امید است جور و صحتمند باشین. در کنار یکی از قهرمان ها و خدمت شما زاغ قرار داریم. عضو تیم ملی فتنس و پرورش اندام و با چهرهشان با کارکردهایشان شما بیشتر آشنا هستین. استاد مهدی عزیز سلام. سلام عرض ادب خدمت شما و خدمت چینل و بیننده شما. تشکر. در آینده چی پلان دارین و چی مسابقات را در روی دست دارین؟ در قدم اول از فعالیت‌ها فعلا در یکی از کمپ‌های این ورزش هم که در تمامی مردم معلوم است که یک ورزش پرهزینه است، از مصارف خرج خوراک و مصارف عمره‌سازی مسابقات و همین مصارفی که تیکت رفت و برگشت و هزینه سفر میشه بسیار یک هزینه گزافه است. استاد مهدی اسلمی جوان پرتلاش، زحمتکش، دارای یک اخلاق نیکو. شب و روز زحمت میکشد تا برای مسابقاتی که در آینده دارد آماده باشد. در کنار استاد علیرضا آساهی مرحوم تمرین میکرد و یکی از دوستها و رفیقای استاد علیرضا آساهی است. قهرمان 3 مرتبه زون غرب، عضو تیم ملی و نایب قهرمان مسابقات جنوب آسیا، همچنان منتخب تیم مسابقات جهانی هستم. با امید خدا و حمایت مردم عزیز ما و تجارای عزیز ما اگر همراه ما همکاری بکنن ان شاء الله با وسعتم میرسیم. از مسابقاتتان بگوین تا هنوز چند مسابقات داخلی و چند مسابقات خارجی داشتین، در کجاها و چه مدال‌هایی از اونجا کسب کردین؟ و در اون مسابقات در بین 365 کشور مقام ششم در بین جهان کسب کردم. فعلا با اولادای استاد علیرضا آساهی کدام همکاری دارین؟ دوستایی بود برنامه امروز ما با استاد مهدی عزیز چند لحظه گپ زدیم. دوستا، قسمی که شما میبینین امروز ما آمدیم در یکی از کلاب ها در جایی که استاد مهدی عزیز اینجا تمرین میتن، در خدمت ورزشکارای عزیز هستند. آمدیم همراه اینا چند لحظه گپ بزنیم و بنابر نبود امکانات شاید تصویر یک مقدار تاریک بیاید، چون ما فعلا داخل همین کلاب هستیم و منتظر استاد مهدی عزیز هستیم که بیاین چند لحظه همراه از اونا گپ بزنیم. همراه ما باشین دوستا، ببینیم که استاد مهدی عزیز میاین چی گفتنی دارن. سلام و درود به یاد خداوند پاک. امید است جور و صحتمند باشین. رضا مهرزاد هستم، باز هم از طریق چنل یوتیوب رضا مهرزاد در یک دیگر از برنامه ها در کنار یکی از قهرمان ها و خدمت شما زاغ قرار داریم. قسمی که در کنار ما میبینین استاد مهدی اسلمی، استاد پرورش اندام و فتنس. عضو تیم ملی فتنس و پرورش اندام و با چهرهشان با کارکردهایشان شما بیشتر آشنا هستین. از کارکردهایشان از مسابقات داخلی و خارجیشان شما بیشتر آگاهی دارین. امروز خوشبختانه استاد اسلمی را در کنار خود ما داریم و آمدیم در کلبی که اینا تمرین میتن و با دیگر دوستان کاری میکنن
خوشبختانه امروز یک مقدار وقت خودم برای ما داده که ازشان قلبا تشکری میکنیم و گفتگو را امروزشان آغاز میکنیم. استاد مهدی عزیز سلام. سلام از خدمت شما و خدمت چینل و بیننده شما. تشکر استاد مهدی، یک جان سپاس که ما را وقت دادید. سلامت باشین. برای یک وظیفه است برای تمامی شما که برای مشکل یکدیگر برخورد باشید. یک جان سپاس. ما می‌فهمیم با وجودی که قدر مصروفیت از خودتان تمرین میکنین، دیگر دوستایی که پیش شما تمرین میکنن و اسلام کاری میکنین، ولی با وجود از هم امروز ما را وقت دادین، واقعا جایی سپاسگزاری دارم. استاد مهدی عزیز، در شروع از فعالیت هایتان بگوین، در آینده چی پلان دارین و چی مسابقات را در روی دست دارین؟ در قدم اول از فعالیت ها فعلا در یکی از کمپ‌های تمرینی PFC مشغول به کار یا مربیگری هستم و حدود 1 ماه و 20 روز بعد مسابقات جنوب آسیا، مسابقات کشور بوتان است که اگر از طرف سکتورهای توسعه، از طرف تجارت یا از طرف مردم حمایت شویم و در این مسابقات اشتراک بگیریم. اگر در صورتی که نتونیم بودجه از سفر آماده بکنیم، میمونه برای گزینه دوم که مسابقات تایلند است، مسابقات آسیایی که در شهر بانکوک تایلند برگزار میشه و بعد از او گام سوم مسابقات جهانی است که در شهر اندونزیا برگزار میشه و تمامی از این برمیگرده به حمایت و پشتیبانی تجارت و مردم عزیز ما. اگر حمایت بکنن خب میتونیم که در مسابقات اشتراک کنیم، اگر حمایت نکنن خب دولت خود طبعا حمایت نمیکنه و این ورزش هم کس در تمامی مردم معلوم است که یک ورزش پرهزینه است، از مصارف خرج و خوراک و مصارف عمرسازی مسابقات و همین مصارفی که طرف برگشت و از نوع سفر میشه بسیار گزینه گزاف است. دقیقاً ورزش واقعا هزینه داره، در کنار از اینکه خود ورزشکار باید تمرین کنه، خود قرنطین کنه، از چی خوراک استفاده کنه، از چی نکنه و اینکه هزینه های سفر که باید با کشورها میره، با سازمان ها قرارداد میبندن، هزینه واقعا خیلی گزافی داره. استاد مهدی اسلمی، جوان پرتلاش، زحمتکش، دارای یک اخلاق نیکو. او که با تمام اخلاق ورزشی آشنا است، دارای یک اخلاق نیک است و با هر کس یک برخورد خیلی ناب و عالی دارد. شب و روز زحمت میکشد تا برای مسابقاتی که در آینده دارد آماده باشد و آمادگی خاص را برای مسابقاتی که در پیش رو دارد میگیرد. پشتیبان مالی یا اسپانسر پیدا کند، در این مسابقات بهترین نتایج را برای افغانستان کسب خواهد کرد. او که گذشته بسیار درخشانی دارد، در کنار استاد علیرضا آساهی مرحوم تمرین میکرد و یکی از دوستها و رفیقای استاد علیرضا آساهی است. مسابقات زیادی در داخل افغانستان و بیرون از افغانستان انجام داده تا حال. در هر مسابقات دارای بهترین امتیازات و بهترین امتیازات از آن خود و از افغانستان نموده. در کشور مالدیو مسابقات جنوب آسیا که برگزار شده بود، مهدی اسلمی نایب قهرمان این مسابقات شد. و افغانستان بر جهانیان یک کشور ورزش دوست و افتخار آفرین معرفی کرد. او عضو تیم ملی پرورش اندام است. در سن 16 سالگی عضویت این تیم را گرفت. زحمات شبانه روزی او بود که به بهترین نتایج‌های داخلی و خارجی دست یافت. استاد مهدی اسلمی در کنار ای که خود آماده مسابقات بعدی میکنه، ورزش دوستا و ورزشکارایی که دی بخش میخواین به طور حرفه‌ای ورزش کنن، امرای اونا نیز همکاری دارن. اونا را هم تمرین میتن، راهنمایی میکنن جوانا را
تا از کدام غذاها استفاده کنند و همچنان چگونه ورزش کنند. از تجربه های خودش که در مسابقات داخل افغانستان و همچنان در بیرون از افغانستان کسب کرده در خدمت جوانان و ورزش دوستا قرار میده. اونا راهنمایی میکنند که از کدام تکنیک ها استفاده کنند تا بدن خودان را با عموم معیارهای جهانی ای ورزش آماده بسازند. قهرمان 3 مرتبه زون غرب، عضو تیم ملی و نایب قهرمان مسابقات جنوب آسیا، همچنان منتخب تیم مسابقات جهانی هستم که حدود 19 سال سن دارم و جوانترین عضو تیم خودم هستم در این مسابقات جهانی. همچنان حدود 5 سال میشه که این ورزش را انجام میدم و 3 سال به صورت حرفه‌ای میشه که این ورزش را به پیش میبرم. تا فعلا که در این سطح مسابقات جهانی رسیم، نه المپیک حمایت کرده و نه کدام سکتور خصوصی و تمامیش از هزینه شخصی خود پیش رفتیم و این بسیار برای یک ورزشکار سخت است که در کنار از اینکه هم هزینه مثال غذا و سپلیمنت اینا خود آماده بکنه، سختی‌های رژیم اینا رو تحمل بکنه و بعد هزینه سفرش هم خودش بپردازه. یگانه ورزشکار جوان کشور هستم که انشالله بخیر در سن 19 در مسابقات جهانی اشتراک میکنه و اینمی یگانه آرزو و ارمانم است که انشالله بخیر به سطح مثال المپیا اشتراک بکنم و انشالله که با امید خدا و حمایت مردم عزیز ما و تجارای عزیز ما اگر همراه ما همکاری بکنه انشالله به وسط هم میرسیم. شما دوستا، شما عزیزایی که حمایت میکنین، از این پیش هم حمایت کردین، یک جان سپاس، یک جان تشکر از شما. از این بعد هم ورزشکارایتان دستشان بگیرین تا اینا بهتر بدرخشن و از این بیشتر بدرخشن. قسمی که در گذشته ها ما قهرمانایی داشتیم که از جمله یادشان بخیر باشه مرحوم استاد الرضا صاحی، در وقتش همیشه میگفت که ما را حمایت کنین و بعضی ها حمایت هم کردن و اکثر کسایی که حمایت نکردن. امروزه او قهرمان در کنار ما نیست. به همین شکل روزی دیر نشود و روز نشود که ما بگوییم که ای کاش ما فلانی وقت فلانی کار میکردیم، ای کاش در وقتش ما حمایت میکردیم تا از بیشتر میدرخشید. تقاضای ما از شما همیست که استاد مهدی را هر قدر که میتونین حمایت کنین تا اینا بتونه که امور رای استاد الرضا صاحی را ادامه بده و در کنار از او همیشه میدرخشید و از این بعد هم ادامه بده و از این بیشتر بدرخشن. استاد اسلمی عزیز، از مسابقاتتان بگوین تا هنوز چند مسابقات داخلی و چند مسابقات خارجی داشتین، در کجاها و چه مدال‌هایی از اونجا کسب کردین؟ در رابطه با مسابقات حدود 5 مسابقات داخلی کردیم، خوشبختانه تمامیش مقام اول بوده و مسابقه تیم ملی کردیم که مدال برنز مسابقات تیم ملی را دارم و همچنین از مسابقات بیرون مرزی یک مسابقات استان تهران انجام دادیم که مدال برنز مسابقات استان تهران کسب کردم و همچنین مسابقات جنوب آسیا است که در مسابقات جنوب آسیا اشتراک کردم و نایب قهرمان شدم و همچنین مسابقات جهانی که اولین تجربه در مسابقات جهانی بود که همراه با استاد علیرضا صاحی یکجای بودیم و در اون مسابقات در بین 365 کشور مقام ششم در بین جهان کسب کردم و یک بود از سالهای گذشته و انشالله که در آینده در مسابقات که در پیشرو داریم اگر حمایت شد انشالله حتما مقام اولی و مدال طلا را نظر به تجربیاتی که در مسابقات بیرون‌مرزی کسب کردیم انشالله برای مردم بدهیم. دقیقاً ما به استعداد و ما به توانایی‌های شما باور داریم. دقیقاً هم گفت است که اگر مردم ورزش دوستای ما حمایت کنند حتما به مقام‌های خوب شما دست پیدا می‌کنین. یادی از استاد علیرضا کردین، یک مقداری در مورد از اونا گپ می‌زنیم که آیا شما با اونا کدام مناسبت دارین، کدام خویشاوندی داشتین یا هم فقط از طریق ورزش با هم آشنا شدین و چند مدت را با هم ورزش کردین؟ همراه با استاد علیرضا در اول در یکی از مکانی که تمامی اساتید دعوت بودن و یک برنامه در اونجا بود، تمامی اساتید دعوت شده بود که در اونجا استاد علیرضا اشتراک داشت و همونجا بود که استاد علیرضا رو دیدیم و همونجا آشنا شدیم. در رابطه با مسابقات جنوب آسیا هم روی صحبت کردیم و مشوره‌هایش گرفتیم چون
استاد علیرضا از یک دور از قبل مسابقات جهانی در مقام اطلاعی شده داشت و همچنان مسابقات جنوب آسیا انجام داده بود و به خاطر از اینکه از تجربیاتش بهره ببریم امروزشون صحبت کردیم و دعوت کردم که در خانه بیاد در مورد از مسائل صحبت میکنیم و از او وقت تا مسابقات ما خیلی وقت کم مانده بود و ما اساس تمرین شده باید انجام میدادیم. همراه با استاد علیرضا یک جا در یک خانه تمرین میکردیم، هرچند با رابطه خویشاوندی چیزی نداشتیم و در یک خانه تمرین میکردیم مثل یک عضو فامیل بودیم. در طول روز 3 تا تمرین میکردیم، هرچند ماه رمضان هم بود ولی بازم 3 تا تمرین میکردیم و بسیار با اراده و پشتکار بود که اصلا ضعف و ناتوانی در شماش دیده نمیشد و دو تا امرا تمرین میکردیم در یک از کلاب ها در نزدیکی خانهشان و یک تا دیگر در خودخانه تمرین میکردیم و حدود 3 ماه همراه با استاد علیرضا یک جای تمرین میکردیم در یک خانه در یک سر و بعد از اون مسابقات جنوب آسیا رفتیم، خوشبختانه قهرمانی گرفتیم و ما برنامه‌های مسابقات جهانی که در مسابقات جهانی هم نیست یک جای بودیم. فعلا با اولادای استاد علیرضا آسایی کدام همکاری داریم؟ قسمی که ما تا حدی خبر داریم یکی از پسران اونا هم همین تمرینشان در پیش گرفته، شما و از ما هم همکاری داریم؟ دقیقاً کیوان جان و آرمان جان از پسران استاد علیرضا آسایی است که به عنوان برادر خود دوستشان دارم و خبر و احوالشان میگیرم هر وقت هر زمان و انشالله که تا که توانم باشه اگر بخوای روی فقط ادامه بده انشالله کمرش هستم تا به آخرین توان خود از با خبر هستم، در مسئله از خبرش میگیرم در هر اموری که اگر کمک چیز ضرورت داشته باشه انشالله خبرشان میگیرم. تشکر از شما. استاد مهدی عزیز، از این بگوییم که خودتان تا هنوز آیا شاگردی داشتین که در مسابقات اشتراک کرده باشه، مسابقاتی از قبیل داخل کشور و بیرون کشور؟ شاگردایی که در داخل کشور مسابقات کرده شاگردای زیاد داشتیم. ما حدود 3 سال در کلاب سفر بلک مربی بودم و در این کلاب هم این حدود 3 ماه 4 ماه میشه که یکی از کمپ‌های تمرین توی دوستایی بود برنامه امروز ما با استاد مهدی عزیز چند دقیقه گپ زدیم و بنابراین که اونا هم مسئولیت‌های خودشان داشت ما نتونستیم از این بیشتر همراهشان گپ بزنیم، اونا با مسئولیت‌های خودشان برسه و همچنان در خدمت ورزشکارایی که اینجا در کنار از اونا ورزش میکنند. برنامه را شیر کنید با دوستا تا اونا هم از گفته‌های استاد مهدی عزیز مستفید شوند و چنل یوتیوب ما را سابسکرایب کنید، علامت زنگوله روی بزنید آل قرار بدین و منتظر برنامه‌های بعدی ما باشین. این بود برنامه امروز ما، تا برنامه بعد خداحافظ.